بعد از مدت‌ها برگشتم خدمتتون با یه ویدیو خفن و امروز میخوام یه تمرین خیلی باحال بدم راجع به ویبره. پس تا آخر ویدیو با هم بیا. خب از اونجایی که خیلی توی دایرکت ازم خواسته بودن که یه تمرین بگم برای ویبره، گفتم که این ویدیو رو بسازم. فکر کن نشستی پشت یه ماشین و داری به یه ماشین گاز میدی. گاز میدی. گاز verme, gaz verme. Yavaş gider bir yana, gaz verme, gaz verme. Gaz verme. خب چجوری میشه؟ مثلا تو میگی این میشه ویبره، خیلی راحت. حالا تو میتونی اینو توی نوت‌های مختلف اجرا کنی. مثلا بیا از یه نوتی که خیلی صدات راحته و با یه مصوتی که صدات راحته، مثلا با آ، با ای، با هر چیزی که دوست داری شروع کنی، به این صدای گاز بدی و هر چقدر که بتونی این سرعتش رو بیشتر بکنی، خب مسلماً ویبرت خیلی حرفه‌ای‌تر و ترتمیزتر و خیلی تو دلبروتر میشه و میتونی توی آوازت ازش استفاده کنی. البته ببخشید که صدام خیلی به هم ریخته است، تازه آنفولانزام داره کم کم بهتر میشه. یه چند روزی هستش که آنفولانزا گرفتم، ولی حالا با همین حال هم گفتم یه تیکه کوچولو بخونم ویبره رو داخلش بهت نشون بدم که چجوری میشه توی آواز استفادهش کرد. امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در اوج آسمانم. این میشه تکنیک ویبره.